باز پیغمبر فرمود که من به ملکی برخورد کردم، خیلی عجیب بود، مغموم و محزون، هیچ چپ و راست رو نگاه نمی کرد و بسیار با ابهت. از جبرئیل سوال کردم که او کیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله او ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام هست. میدونید حضرت عزرائیل علیه السلام اولا بسیار با عظمته، حتی بعضی‌ها گفتن که مقامش از حضرت جبرئیل بالاتره، به خاطر اینکه در قیامت جان جبرئیل رو هم حضرت عزرائیل هست که قبض میکنه، یعنی یه اشرافی داره بر او و بسیار هم زیباست، برخلاف اون ذهنیتی که متاسفانه در ما به وجود اومده که خیلی معذرت بخوام یه هیولا از این بزرگوار درست شده. ملک مقربه، ملک معمولی نیست، بسیار زیباست. مرحوم آیت الله استاحمد آقای خانساری که شاید بعضی از بزرگترهای مجلس که تشریف داشته باشن یه زمانی مقلد ایشون بودن. آیت الله آقای خانساری سال 64 از دنیا رفت بعد از انقلاب. فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود ایشون. 6 روز قبل از رحلتشون به آقازادهشون آقای آصف جعفر گفتش که من حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیدم. آقازادهشون سوال کرد که آقا در خواب دیدی؟ گفت نه تو بیداری. خندش گرفت، گفت اگه تو بیداری دیده باشی که الان نباید زنده باشی چون قبض روحت کرده دیگه، اگه تو بیداری. فرمود نه، برای عیادت من اومده بود و سلام خدا رو به من رسون. برای عیادت من اومده بود و سلام خدا رو به من رسون. بعد آقای خانساری به آقازادهشون فرمودن که 6 قدم به سمت من اومد، ظاهرا 6 روز دیگه بیشتر زنده نیست، که همینجور هم شد. درست 6 روز بعد از اون ملاقات با حضرت عزرائیل علیه السلام روز جمعه‌ای بود که ایشون رحلت کردن و از دنیا رفتن. حالا مقصودم اینه فرمود به قدری زیبا بود که من تعجب میکنم چطور بعضی از مردم او رو گمان میکنن زشته. ملک مقرب خدا. پیغمبر فرمود من عزرائیل علیه السلام رو رفتم جلو، باهاش یه سلام علیکی کردم، گفتم که پیغمبر میگه سوال کردم که در یک لحظه تو عالم دنیا هزاران نفر هستن که موقع مرگشونه، شما چجوری از شرق عالم میری غرب عالم، چجوری میتونی جان همه رو تو یه لحظه جاهای مختلف بگیری؟ گفت یا رسول الله تمام عالم دنیا پیش من مثل یه سکه کف دست شماست. چجوری یه سکه همه جاشو شما اشراف دارید، همه جاش تحت نظر شماست، تمام عالم برای من، عالم دنیا اینه. پیغمبر فرمود که تو معراج نماز رو، جزئیات نماز رو که مثلا کدوم نماز 2 رکعتی، کدوم 3 رکعتی، کدوم 4 رکعتی، چند تا رکوع داره، چند تا سجده، این جزئیات رو تو معراج پیغمبر گرفت. همچنین ماده اولیه خلقت حضرت زهرا رو پیغمبر تو معراج گرفت که این خیلی قابل توجه هست. پیغمبر میگه به درختی رسیدیم که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این درخت طوبا هست. حضرت فرمود من سیبی رو از اون درخت کندم، شکافتم، نوری از اون سیب ساطع شد، ففزعت منه، من به فزع، به اضطراب افتادم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار دقت بفرمایید، قلب پیغمبر آرامترین قلب تو این عالمه، چیزی پیغمبر رو به اضطراب نمیندازه. مطمئنترین و آرامترین قلب تو این عالم قلب پیغمبر. مثل یه اقیانوس که شما یه سنگ توش بندازی متلاطم نمیشه، پیغمبر مضطرب نمیشه. اما ببینید این نور چی بوده که پیغمبر فرمود وقتی این سیب رو شکافتم نوری دیدم، ففزعت منه، به فزع افتادم، به اضطراب افتادم. سوال کردم از جبرئیل ما هذا نور، این نور چیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله هذا نور فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور اون کسی است که در عالم پایین شأنش و مأموریتش فاطمه بودنه. فاطمه یه لفظ نیست برای صدا زدن، یه مأموریته، یه رسالته. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل گفت این نور فاطمه است در زمین. فاطمه یعنی قطع کننده، مأموریت حضرت زهرا اینه که بیاد قطع بکنه بین شیعیانش و بین عذاب جهنم. لفاطمه شیعتها من النار،
حالا این مأموریت رو چجوری انجام بده؟ این مال ایام فاطمیه که از زهرا این مأموریت رو که بین شیعیانش و آتش جهنم جدایی بندازه، قطع بکنه. این نور فاطمه هست در زمین و المنصوره فی السما، تو عالم بالا و تو آخرت منصوره است. خدا بهش نصرت میده برای شفاعت گسترده که شفاعت حضرت زهرا از گسترده ترین شفاعت هاست. پیغمبر فرمود اون سیب رو من تناول کردم، اون نور به وجود مقدس پیغمبر اکرم منتقل شد و وقتی پیغمبر از معراج تنزل کردن به حضرت خدیجه سلام الله علیها منتقل شد و حضرت زهرا به دنیا اومد. از این جهت هست که پیغمبر فرمود هر موقع من مشتاق بهشت میشم زهرا رو استشمام میکنم. کل مشتاقت الی الجنه، مشتاق بهشت میشم، بهشت نه من و شماها که انشالله بری بهشت، بهشت خود پیغمبر. هر موقع دلم برای بهشت خودش تنگ میشه، کل مشتاقت الی الجنه شممت رائحه ابنتی فاطمه. تو زیارتنامه از زهرا هم هست تفاحة الفردوس و الخلد، سیب بهشتی. ماده اولیه خلقت حضرت زهرا تو معراج به پیغمبر داده شد. امام صادق فرمود تو این 120 باری که پیغمبر معراج رفت، تو این 120 بار بیشترین چیزی که خدا بهش سفارش کرد این بود که علی رو به عنوان امیر مومنان، ولایت علی و اولادش رو معرفی کن برای مردم. بیشترین چیزی که خدا به پیغمبر سفارش کرد تو معراج این بود. ابن عباس میگه من با پیغمبر توی کوچه داشتیم میرفتیم، از طرف مقابل علی ابن ابی طالب داشت میومد. وقتی رسید به پیغمبر سلام کرد، پیغمبر اینجوری جواب داد و علیک السلام یا امیر المؤمنین. یه لحظه دقت بفرمایید، خود پیغمبر زنده است، اول شخص عالم وجود، من الاولین و الاخرین. وقت به حضرت علی علیه السلام میگه امیر مؤمنان و علیک السلام یا امیر المؤمنین. ابن عباس میگه من تعجب کردم، گفتم یا رسول الله این که به علی گفتید امیر المؤمنین، این به خاطر علاقه و شدت محبتی است که به علی دارید یا از طرف خدا دستوری رسیده؟ پیغمبر فرمود من در معراج که بودم بر هیچ دری از درهای بهشت نگذاشتم مگر اینکه بر سردر تمام درهای بهشت این بود که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیون امیر المؤمنین ولی الله. و خدا به من فرمود علی رو به عنوان امیر مومنان معرفی کن. خدا فرمود، این دستور خداست. برای همین هم هست که همه ائمه با اینکه در زمان خودشون امیر مومنان بودن اما اجازه نمیدادن کسی بهشون بگه امیر المومنین، اجازه نمیدادن. یه مرتبه یه کسی خدمت امام صادق رسید، گفت آقا من میتونم به آخرین وصی شما حضرت مهدی علیه السلام وقتی سلام میدم بگم السلام علی یا امیر المؤمنین، اینجوری سلام بدم؟ امام صادق فرمود ابدا، اینجوری سلام نده. ذالک اسم سماه الله بهی امیر المؤمنین ولا یسمى بهی احد قبله ولا بعده الا کافر. این اسم اختصاصی و لقب اختصاصی جدمون علیه. هیچ کسی این لقب رو بر خودش نمیگذاره مگر اینکه کافره. ائمه اجازه نمیدادن کسی بهشون بگه امیر المؤمنین به حرمت جدشون حضرت امیر علیه السلام. بعد اون طرف گفت آقا پس اگه من بخوام سلام بدم به حضرت مهدی علیه السلام چجوری سلام بدم؟ امام صادق فرمود بگو السلام علیک یا بقیت الله امیر المؤمنین. نه، مقصود این هستش که این رو پیغمبر اکرم تو معراج بهش سفارش کردن. این یافته های پیغمبر. ولی از همه بالاتر، بزرگترین و بالاترین دریافت پیغمبر قرآن بود که اگر وجود نازنین پیغمبر نبود احدی از انبیا طاقت اینو نداشت که قرآن رو بتونه بگیره. کمون که نگرفتن دیگه، پیغمبر اومد تونست قرآن رو دریافت بکنه و تنزل بده. یعنی شاید اون جلوه اعظم خدا، یعنی بزرگترین ظهور خدا که خودش رو نشون داده، که در دعای شب مبعث، شب 27 رجب میگیم اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم. خدای از تو درخواست میکنم به اون بزرگترین تجلی و ظهوری که کردی،
اون بزرگترین ظهور خدا تو قرآنه. تو قرآن هست که خدا نشون داده خودش رو. لقد تجلی الله. من یه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم برادرها و خواهرای بزرگوار. ببینید امام صادق فرمود، امیرالمومنین هم داره تو نهج البلاغه، فرمود لقد تجلی الله، الله تجلی کرده خودشو نشون داده تو قرآن. الله اگه بخوایم معنا کنیم خیلی ساده، الله یعنی چی؟ یعنی یه دور دعای جوشن. یعنی شما تمام دعای جوشن رو، این اسمهای خدا رو که میخونی همه یه طرف، الله جامع تمام اسامی خداست، اسم جامعه. یا الله که میگید انگار دونه دونه اسامی خدا که تو دعای جوشن هست رو بردید. اسم جامع خداوند متعال اللهه و خدا با تمام کمالاتش جلوه کرده تو قرآن. لقد تجلی الله فی کلامه.